90% محصولات فیک مردم نمیدونن. این اگه بی‌کیفیت باشه، زیر پله‌ای باشه، یه فاجعه به بار میاره. خب به خاطر همین وجود محصولات مشابه فیک تو بازار، به خاطر قیمت‌ها، به خاطر کمبود محصولات تو بازار. اصلا یکی از عاملی که شرکت ما رفت دنبال تولید همین محصولات این بود که 90% محصولات فیک مردم نمیدونن. که این محصولی که به اسم یه برند خارجی 5 برابر قیمت این شیر دارن میخرن، فیک تو بازار. ضمانت داره، یه شرکت ایرانی پشتوانه همین محصوله و به راحتی قابل سهولت دسترسی داره. تمام قطعاتش هم خود شرکت ما داره تولید میشه. یه قطعه‌ای از این خراب شد شما میتونید اینو باز کنید، جابجا بکنید. محصول خارجی اینجوری نیست. و یه نکته دیگه هم که من خدمتتون بگم مورد مصرف این شیراست که تو موتورخونه هاست، تو زیرکاراست، استخراست. این اگه بی‌کیفیت باشه، زیر پله‌ای باشه، یه فاجعه به بار میاره. اینه که تمام محصولات ما منطبق با استانداردهای ایران داره تولید میشه.